درود و عرض ادب. در این ویدیو قصد داریم 3 سناریو از دیدگاه هوش مصنوعی رو بررسی کنیم بدون جهتگیری و صرفاً در حد یک سناریو محتمل و شاید هم اشتباه. امیدواریم این ویدیو براتون مفید باشه. ممنونم از توجه شما. آینده ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌شود آن را فقط با یک احتمال توضیح داد. ما با یک معادله ساده روبرو نیستیم، با یک بحران چند لایه طرف هستیم. بحرانی که در آن جنگ، اقتصاد و فشار خارجی، شکاف داخلی، نقش اسرائیل، تصمیم آمریکا، آینده منطقه و توان مدیریت داخل کشور همه به هم بحث شدند. در چنین شرایطی آینده ایران می‌تواند به چند مسیر مختلف برود. نه از روی قطعیت، بلکه بر اساس نشانه‌ها، روندها و تجربه کشورهایی که قبل‌تر وارد بحران‌های مشابه شدند. در این ویدیو می‌خواهیم 3 سناریوی محتمل برای ایران را بررسی کنیم. سناریوی اول، ادامه جنگ و احتمال فروپاشی ساختارهای حیاتی مثل برق، بالا رفتن تنش داخلی، قیام مسلحانه انقلاب و شکل‌گیری یک نظام جدید. سناریوی دوم، رسیدن به یک توافق، با کنار رفتن یا حذف تندروها، شبیه مدلی که در ونزوئلا دیده شد. و سناریوی سوم، ادامه جنگ و باقی ماندن یک حکومت ضعیف، فرسوده و نمایشی، چیزی شبیه یک دولت کاغذی مانند مدل کوبا. اما قبل از ورود به این 3 سناریو، باید نقش اسرائیل را در این معادله بفهمیم. اسرائیل در منطقه فقط یک بازیگر نظامی نیست. اسرائیل یک بازیگر امنیتی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و ژئوپلیتیکی است. یعنی نقش آن فقط حمله یا دفاع نیست، بلکه روی شکل دادن به روایت جهانی، فشار بر آمریکا و غرب، مدیریت تهدیدهای منطقه‌ای و تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه اثر می‌گذارد. برای اسرائیل مسئله ایران فقط یک اختلاف سیاسی نیست. مسئله ایران به برنامه موشکی، نفوذ منطقه‌ای، گروه‌های همپیمان ایران، امنیت مرزهای اسرائیل و نگرانی از آینده موازنه قدرت در منطقه مربوط می‌شود. به همین دلیل اسرائیل معمولاً تلاش می‌کند تهدید ایران را نه فقط یک موضوع منطقه‌ای بلکه یک مسئله جهانی معرفی کند. در ماه‌های اخیر هم نشانه‌هایی از چند لایه شدن این درگیری دیده شده، از تنش‌های نظامی و دیپلماتیک گرفته تا فضای سایبری. مثلا مقام سایبری اسرائیل اعلام کرده حملات سایبری منسوب به ایران علیه اسرائیل در سال 2026 افزایش شدیدی داشته و فقط در ژوئن 2026 هزاران رخداد خصمانه ثبت شده است. این یعنی جنگ فقط در آسمان و زمین نیست، در شبکه‌ها، زیرساخت‌ها و روایت‌ها هم جریان دارد. حالا برویم سراغ سناریوی اول. سناریوی اول، ادامه جنگ، اختلال زیرساخت‌ها و انقلاب. در این سناریو جنگ ادامه پیدا می‌کند و فشارها از سطح نظامی فراتر می‌رود. یعنی فقط پای حمله موشکی یا تهدید نظامی در میان نیست، بلکه زیرساخت‌های حیاتی کشور هم وارد بحران می‌شوند. یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برق است. و اگر شبکه برق، نیروها، خطوط انتقالی یا سیستم مدیریت انرژی برای مدتی از دسترس خارج شود، اثر آن فقط خاموشی نیست. برق یعنی بیمارستان، اینترنت، بانک، حمل و نقل کارخانه و ارتباطات، امنیت شهری و زندگی روزمره مردم. وقتی برق دچار اختلال گسترده شود، جامعه وارد حالت اضطراری می شود. در چنین وضعیتی اگر همزمان فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی عمومی و ضعف مدیریت هم وجود داشته باشد، بحران می تواند از سطح نارضایتی عبور کند و وارد مرحله شورش، درگیری داخلی یا حتی قیام مسلحانه شود. در این سناریو ادامه جنگ باعث می شود شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر شود. حکومت برای کنترل بحران به سرکوب بیشتر نیاز پیدا می کند، اما سرکوب بیشتر می تواند خشم بیشتری تولید کند. نتیجه این چرخه ممکن است یک انفجار اجتماعی باشد. اینجاست که احتمال انقلاب یا تغییر نظام مطرح می شود. اما باید توجه کرد انقلاب همیشه یک مسیر ساده و تمیز نیست. انقلاب می تواند به نظام جدید منتهی شود، اما می تواند با هرج و مرج، جنگ داخلی، تضییع قدرت، دخالت خارجی یا رقابت گروه‌های مسلح هم همراه شود. در این سناریو نقش اسرائیل می تواند این باشد که با افزایش فشار نظامی، امنیتی و رسانه‌ای هزینه ادامه مسیر فعلی را برای تهران بالا ببرد. اسرائیل ممکن است تلاش کند توان منطقه ایران را کاهش دهد، ارتباط ایران با نیروهای همپیمانش را قطع کند و فضای بین
بین‌المللی را علیه ساختار فعلی ایران منسجم‌تر کند. اما خطر این سناریو این است که اگر فشار خارجی با فروپاشی داخلی همزمان شود، کشور ممکن است وارد یک دوره بسیار بی‌ثبات شود، دوره‌ای که نتیجه نهایی آن قابل پیش‌بینی نیست. سناریوی دوم، توافق حذف تندروها و مدل ونزوئلا. سناریوی دوم مسیر توافق است. در این حالت جنگ یا تهدید جنگ آنقدر هزینه ساز می شود که بخشی از ساختار قدرت به این نتیجه می رسد ادامه تقابل بقای سیستم را تهدید می کند. اینجا ممکن است یک تغییر درون ساختاری رخ دهد، نه لزوما سقوط کامل حکومت، بلکه کنار رفتن، محدود شدن یا حذف چهره‌های تندرو که مانع مذاکره و توافق هستند. در این سناریو حکومت تلاش می‌کند با دادن امتیازهای مشخص فشار خارجی را کاهش دهد، مثلا درباره برنامه هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای، گروه‌های همپیمان، تبادل زندانیان، مسیرهای انرژی یا کاهش تنش با غرب وارد معامله شود. تشبیه به ونزوئلا از این جهت مهم است که در آن مدل حکومت کاملا سقوط نکرد، اما تحت فشار اقتصادی و سیاسی وارد نوعی معامله و با تنظیم رابطه با بیرون شد. یعنی نه یک دموکراسی کامل شکل گرفت، نه یک فروپاشی کامل اتفاق افتاد، بلکه قدرت تلاش کرد عقب نشینی کنترل شده بقای خود را حفظ کند. در این سناریو نقش اسرائیل بسیار مهم است. اسرائیل معمولاً با هر توافقی که از نظرش برنامه نظامی، موشکی یا منطقه‌ای ایران را به شکل جدی مهار نکند، مخالفت می‌کند. یعنی اسرائیل می‌تواند با آمریکا و اروپا فشار بیاورد که توافق ضعیف نباشد. از طرف دیگر، اگر توافق شامل کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران، محدود شدن گروه‌های همپیمان و کنترل برنامه موشکی باشد، اسرائیل ممکن است آن را به عنوان یک پیروزی امنیتی ببیند. نشانه‌هایی از اهمیت مسئله نیروهای همپیمان ایران در منطقه را می‌شود در پرونده لبنان هم دید. گزارش‌های اخیر درباره چارچوب امنیتی اسرائیل و لبنان نشان می‌دهد یکی از محورهای اصلی موضوع خلع سلاح حزب الله و کاهش تهدید آن برای اسرائیل است. همین نشان می‌دهد از نگاه اسرائیل مسئله فقط تهران نیست، شبکه نفوذ منطقه‌ای ایران هم بخشی از معادله است. در این سناریو آینده ایران می‌تواند به سمت یک توافق کنترل شده برود، توافقی که شاید برای مردم کمی تنفس اقتصادی ایجاد کند، اما الزاما به تغییر عمیق سیاسی منتهی نشود. یعنی کشور از جنگ فاصله می‌گیرد، اما وارد یک مرحله معامله، محدودیت و بازارآرایی قدرت می‌شود. سناریوی سوم، ادامه جنگ و دولت کاغذی مثل کوبا. سناریوی سوم شاید از دو سناریوی دیگر پیچیده‌تر باشد. در این حالت نه حکومت کاملا سقوط می‌کند، نه توافق واقعی شکل می‌گیرد. جنگ و فشار ادامه پیدا می‌کند، اما ساختار قدرت به هر شکل ممکن خودش را نگه می‌دارد. نتیجه چه می‌شود؟ یک دولت فرسوده و ضعیف، بسته به تحریم شده و نمایشی، چیزی که میتوان به آن گفت دولت کاغذی. دولت کاغذی یعنی روی کاغذ حکومت هنوز وجود دارد، وزارتخانه ها هستند، پرچم هست، سخنرانی هست، نهادهای رسمی هستند، اما قدرت واقعی برای حل بحران ها کم شده است. اقتصاد ضعیف است، مردم خسته‌اند، مهاجرت زیاد است، زیرساخت‌ها فرسوده‌اند و حکومت بیشتر از آنکه آینده بسازد فقط بقا را مدیریت می‌کند. مدل کوبا از این جهت قابل مقایسه است که در آن حکومت با وجود فشار طولانی مدت و ضعف اقتصادی سالها دوام آورد، اما جامعه در وضعیت محدود، بسته و کم تحرک باقی ماند. در این سناریو ایران ممکن است وارد یک وضعیت طولانی فرسایش شود. نه جنگ کامل تمام می شود، نه صلح واقعی شروع می شود، نه انقلاب به نتیجه قطعی می رسد، نه توافق جامع شکل می گیرد. کشور در یک حالت تعلیق می ماند. نقش اسرائیل در این سناریو می تواند حفظ فشار دائمی باشد. یعنی اجازه ندهد ایران دوباره به قدرت منطقه‌ای سابق برگردد، اما در این حال سقوط کامل هم الزاما رخ ندهد، چون گاهی برای بازیگران منطقه‌ای یک رقیب ضعیف و فرسود قابل مدیریت تر از یک کشور فروپاشیده و غیر قابل پیش بینی است. در چنین وضعیتی اسرائیل ممکن است روی مهار بلند مدت ایران تمرکز کند، مهار برنامه موشکی، مهار نفوذ منطقی، مهار گروه‌های نزدیک به ایران و جلوگیری از بازسازی سریع توان نظامی و اقتصادی. این سناریو برای مردم میتواند سنگین‌ترین حالت باشد، چون بحران به جای اینکه یک نقطه پایان داشته باشد، تبدیل به سبک زندگی می‌شود و امید بزرگ توافق وجود دارد، نه قطعیت تغییر نظام، فقط فرسایش، انتظار، فشار و زندگی در شرایط نامطمئن. جمع‌بندی پس آینده ایران را میتوان در 3 مسیر دید.